جوان تاجیک سامان محمدبیکوف روز 26 ایول در مسابقات گشتین دیزودو در وزن تا 73 کیلو در نبرد یکم خود احمد علیکای از دسته پناهندگان و در دوره دوم فی نیچیه از گامبیا را شکست داده به اشفینال را یافت، ولی در این مرحله از ورزشگر آذربایجان رستم اوروچوف با یک وزاری مغلوب شد. همین طریق بازی‌های المپیک توکیو برای سامان محمدبیکوف انجام یافت و او از امکان به دست آوردن مدال المپیک محروم شد. روز 27 ایول باز یک گشتنگیر تاجیک اکمل مرادوف در وزن 81 کیلوگرم در مسابقات گشتین دیزودو به میدان خواهد برآمد. حریف او در دوره اول چاشتر اندریف از گوام می باشد. قوه آزمایی ساعت 7:00 با وقت دوشنبه شروع می شوند. سپس 28 ایول کامرانشاه استوپریان در وزن 90 کیلو و 31 ایول تیمور رئیموف در وزن 100 کیلوگرم گشتین می گیرند. بنا به اطلاع نظرالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی، رقیب اکمل مرادوف در وزن تا 81 کیلو در دوره اول چاشتر اندریو از گوام می باشد. در رده‌بندی جهانی اکمل در زینه 53 و چاشتر در زینه 145 قرار دارد. تعداد ورزشگران در این وزن 35 نفر را تشکیل می‌دهد. کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو از دوره دوم به رقابت شروع می‌کند. اولین رقیب او اکسل کلرگت از فرانسه است که در فهرست جهانی نسبت به کامرانشاه 5 زینه بالاتر در مقام 17 جای گرفته است. در این وزن 33 گشتنگیر برای مدال‌های المپیک مبارزه می‌برند. تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو در دور اول با اندی گرانده از کوبا قوه آزمایی خواهد کرد. اندی در فهرست جهانی نسبت به تیمور 3 زینه پایان است. در این وزن 22 نفر ثبت نام شدند. روز 25 ایول مشزن تاجیک بهادر عثمانوف در نبرد اولینش بر رقیب خود لیانل نونزه از دمینیکان غالب آمد و این نوبت با النور عبدالرحیموف مشزن قزاق‌تبار عضو دسته المپیک ازبکستان وارد رقابت خواهد شد. شهرداری دوشنبه رستم امامعلی برای آن ورزشگران تاجیکی که در بازی‌های 32 تابستانه المپیک در توکیو صاحب عنوان قهرمان المپیک میشوند خانه 4 اجرگی وعده داده است. همین طور طبق وعده شهرداری برای آنهایی که به خزینه تیم المپیک تاجیکستان مدال نقره میارند در پایتخت خانه 3 اتاقه جدا میکند و برای آنهایی که مدال برنجی به دست میارند خانه 2 اجرگی توفه خواهد کرد. همچنین از فاند پرزیدنت تاجیکستان برای ورزشگرانی که در المپیاد صاحب مدال طلا میشوند 300,000 سومانی، برای مدال نقره 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی جایزه جدا کرده می شود.